بهای دروغ چقدر است؟ بهای شوروی برای سرپوش‌گذاری روی فاجعه چرنوبیل فروپاشی بود. انفجار نیروگاه هسته‌ای چرنوبیل در بامداد 26 آوریل 1986 موجب زنجیره‌ای از اتفاقات شد که در نهایت به فروپاشی شوروی ختم شد. چرنوبیل یک نیروگاه برق هسته‌ای در کشور اوکراین است که در 26 آوریل 1986 به محل یک حادثه اتمی فاجعه بار تبدیل شد. در روز وقوع فاجعه چرنوبیل یک آزمایش روتین در این نیروگاه برق خوب پیش نرفت و 2 انفجار بزرگ سقف 1000 تنی یکی از راکتورهای نیروگاه را منفجر کرد و باعث آزادسازی تشعشعاتی به میزان 400 برابر قوی‌تر از بمب هسته‌ای هیروشیما شد. بدترین فاجعه هسته‌ای تاریخ در لحظه انفجار موجب کشته شدن 2 کارگر نیروگاه شد و در طول چندین ماه حداقل 28 نفر را به دلیل قرار گرفتن در معرض تشعشعات مستقیم هسته‌ای به کام مرگ برد. در نهایت ریزش غبار هسته‌ای بر سر شهرهای اطراف منجر به بروز بیماری‌هایی چون سرطان در میان هزاران نفر از مردم شد. اولین واکنش شوروی به این حادثه انکار بود. سانسور خبر در داخل و خارج از شوروی تا چند روز اول ادامه داشت، تا جایی که مردم شهر پریپیات تا 1 روز بعد از حادثه نمی‌دانستند دقیقاً چه اتفاقی روی داده است و ابعاد حادثه تا ماه‌ها از دید مردم شوروی پنهان نگه داشته شد. پس از آن که با انتشار تشعشعات رادیواکتیو در بعضی کشورهای اروپا جهان از وقوع چنین حادثه‌ای در شوروی مطلع شد، شوروی سیاست کوچک شمردن حادثه را در پیش گرفت. از طرف دیگر رقابت سیاسی بین بلوک‌های شرق و غرب در جهان 2 قطبی آن سالها باعث شد که شوروی از پذیرش کمک نهادهای بین‌المللی و تخصصی و متخصصهای کشورهای غربی امتناع کند. کوچک شمردن حادثه و تلاش برای پنهان کردن ابعاد گسترده فاجعه امکان اقدام متناسب با آنچه اتفاق افتاده بود و پیشگیری از قربانی شدن تعداد بیشتری از شهروندان را از بین برد. و آخرین سیاست اشتباه حکومت شوروی اصرار بر نقش خطای انسانی در پدید آمدن حادثه و انکار نقص طراحی سیستم‌های راکتور RBMK در نیروگاه چرنوبیل بود. رهبر سابق شوروی میخائیل گورباچوف بعدها گفت که به نظر او انفجار هسته‌ای نیروگاه چرنوبیل احتمالاً عامل اصلی سقوط اتحاد جماهیر شوروی بوده و حتی تأثیر بیشتری نسبت به اصلاحات اقتصادی وی موسوم به پرسترویکا در این سقوط داشته است.